سلام، من بیسانم و خوش اومدید به یه خودمونی دیگه با بیسان. اول مواهبتان را بشمارید. وقتی شمارش مواهبی را شروع کردم که در زندگی نصیبم شده بود، کل زندگیم تغییر کرد. بی تردید شنیدید که دیگران از عبارت مواهبتان را بشمار استفاده می کنند. وقتی به چیزهایی می اندیشید که برایشان سپاسگزارید، در حقیقت شما در حال شمارش آنها هستید. ولی چیزی که امکان دارد از آن آگاه نباشید آن است که شمردن مواهبتان یکی از مهمترین تمرین‌هایی است که تاکنون انجام داده اید و در حقیقت به گونه‌ای جدی زندگی شما را تغییر خواهد داد و دگرگون خواهد کرد. وقتی در مقابل چیزهایی را که دارید سپاسگزار باشید، صرف نظر از هر اندازه کوچک بودنشان، در خواهید یافت که روند افزایش آن چیزها خیلی زود شتاب می‌گیرد. اگر برای پولی که دارید سپاسگزار باشید، هر چقدر که باشد، آنگاه خواهید دید که اگر روابط شما تاکنون خوب هم نبوده، به گونه معجزه‌آسایی بهتر می‌شود. اگر برای کاری که دارید سپاسگزار باشید، حتی اگر کار رویایی‌تان نیز نباشد، متوجه خواهید شد که شرایط آنچنان پیش خواهد رفت و از کارتان لذت میبرید و موقعیت‌های کاری بهتری به سراغتان میآید. وقتی موهبت‌های داشته خود را در نظر نمیگیریم و آنها را سبک سنگین نمی‌کنیم، آنگاه به صورت ناخودآگاه به شمارش و در نظر گرفتن نقاط منفی کار میپردازیم. هنگامی که درباره نداشته‌هایمان صحبت می‌کنیم، ما نکات منفی را می‌شماریم. هنگامی که به دنبال تقصیر و اشتباه در دیگران می‌گردیم، منفی‌ها را شمارش می‌کنیم. یا وقتی که درباره ترافیک یا معطل شدن و ایستادن در صف یا تأخیرها، مشکلات دولت‌ها یا نداشتن پول کافی و یا حتی وضع هوا غر می‌زنیم، وقتی جنبه‌های منفی را می‌شماریم، ناخواسته مقدارشان افزایش می‌یابد. ولی در عین حال موهبت‌های در راه نیز از بین می‌رود. من هر دو روش را امتحان کردم. موهبت‌هایم را شمردم و گاهی نیز بدهی‌ها را. من می‌توانم شما را مطمئن کنم که برشمردن موهبت‌ها تنها راهی است که می‌توانید در زندگی از فراوانی برخوردار شوید. بهتر است هنگام شمردن موهبت‌ها شمارش از دستت خارج شود تا اینکه به خاطر شمردن مشکلات موهبت‌ها را از دلت خارج شوند. نخستین کاری که هر صبح یا در اولین فرصت در این روز باید انجام دهید آن است که موهبت‌های خود را بشمارید. شما برای این کار می توانید از کامپیوتر یا کتاب مخصوص یا یک دفترچه استفاده کنید تا تمام قدشناسیتان را در یک جا قرار دهید. قرار است امروز شما 10 موهبتی را لیست کنید که در زندگی داشته اید و برای آن قدشناس هستید. هنگامی که انیشتین سپاسگزاری می‌کرد می‌اندیشید که چرا باید قدردان باشد. هنگامی که شما علت آنچه را بدانید که برایش قدردان هستید، آنگاه مرتبه قدرشناسی را بهتر احساس خواهید کرد. به خاطر داشته باشید که عملکرد قدرشناسی به توجه و میزان احساس شما بستگی دارد. بنابراین برای هر مورد روی لیست تهیه شده، علت قدردانیتان را نسبت به آن بنویسید. در اینجا چند روش نمونه برای لیستتان ارائه شده. من بسیار خوشبختم که فلان چیزو دارم، زیرا من بسیار راضی و خوشحالم از داشتن چرا که من به راستی برای سپاسگزارم، زیرا پس از آن که تهیه و تنظیم لیست خود را به پایان بردید، به ابتدا برگردید و هر مورد را بخوانید، یا آرام یا با صدای بلند. هنگامی که به پایان هر موهبت رسیدید، کلمه سپاسگزارم را 3 بار تکرار کنید. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. به حس قدرشناسی را برای اون موهبتی که نصیبتان شده به شدت احساس کنید. برای آنکه حس سپاسگزاری بیشتری داشته باشید، می توانید نسبت به خداوند، جهان، خوبی‌ها، روح، زندگی، نیکی و یا هر مفهومی که به آن اعتقاد دارید احساس سپاسگزاری کنید. هنگامی که حس سپاسگزاری خود را بی‌واسطه نسبت به کسی یا چیزی بیان می‌دارید، آن را بیشتر احساس می‌کنید و قدرشناسیتان نیروی بیشتری خواهد داشت و موهبت‌های بیشتری برایتان خلق خواهد کرد.
در حقیقت به همین سبب بوده که بومی‌ها و فرهنگ‌های قدیمی نشانه‌هایی مانند خورشید را برمی‌گزیدند تا قدشناسی خود را نسبت به آن نشان دهند. آن نشانه‌ها و نمادهای فیزیکی را انتخاب می‌کردند تا آن را به عنوان منشأ جهانی نیک فرض کنند و یا تمرکز بر آن نشانه قدرشناسی بیشتری را احساس می‌کردند. تمرین شمارش موهبت‌های زندگی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است و می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند. بنابراین از شما می‌خواهم هر روز 10 موهبت تازه را به لیست خود بیفزایید تا در پایان لیستی داشته باشید از 280 موهبتی که شامل حالتان شده. شاید 10 موهبت در روز به نظرتان زیاد بیاید، ولی اگر به دقت به زوایای زندگیتان توجه کنید می توانید آنها را به راحتی بیابید و برشمارید. به دقت به زندگیتان توجه کنید. شما موهبت‌هایی را دریافت کردید و هر روز موهبت‌های بیشتری به دست می‌آورید. به راستی چیزهای زیادی هست که انسان باید برای آنها سپاسگزار باشد. شما می توانید برای خانه، خانواده، دوستان، کارتان و حیوان خانگیتان سپاسگزار باشید. شما می توانید برای خورشید، آبی که می نوشید، غذایی که می خورید و هوایی که تنفس می کنید سپاسگزار باشید. بدون هر کدام از اینها زنده نخواهید ماند. شما می توانید برای درختان، حیوانات، گیاهان، اقیانوس‌ها، گل‌ها، گیاهان، پرندگان، آسمان آبی، باران، ستاره‌ها، ماه و سیاره زیبایمان زمین خوشحال و شادمان باشید. برای احساستان، برای چشمتان که با آنها می‌بینید، برای گوش‌هایی که با آنها می‌شنوید یا دهانتان که با آنها حرف می‌زنید یا بینی که با آن بو می‌کشید، پوستی که با آن لمس می‌کنید می‌توانید سپاسگزار باشید. شما می‌توانید برای پاهایی که با آنها راه می‌روید یا دست‌هایی که با آن کارهایتان را انجام می‌دهید یا صدایی که می‌توانید با آن ارتباط برقرار کنید سپاسگزار باشید. برای سیستم ایمنی بدنتان که شما را سالم می‌دارد و تمام ارگان‌های بدنتان که شما را زنده نگه می‌دارد می‌توانید سپاسگزار باشید. همچنین برای شکوه و عظمت ذهن و اندیشه انسانیتان که هیچ تکنولوژی و کامپیوتری نمی‌تواند رقیب آن باشد باید قدرشناس و سپاسگزار باشید. در اینجا لیستی ارائه شده از موضوعهایی که شما را به یاد زمینه‌های اصلی می‌اندازد که در آن محبت نصیبتان شده و میتوان برای آن قدرشناس بود. شما میتوانید هر موضوعی را که میخواهید بر اساس ترتیب اهمیتشان برای خودتان به لیست اضافه کنید. موضوعات قدرشناسی: سلامت و جسم، کار و موفقیت، پول، روابط با دیگران، شور و هیجان، شادی، عشق، زندگی، طبیعت، اشیاء مادی و خدمات. هر موضوع دیگری که به ذهنتان میرسد. به یقین بعد از هر بار شمارش موهبت‌های خود به شدت احساس بهتری به شما دست خواهد داد. البته میزان بهتر بودن آن به چگونگی سپاسگزاری شما بستگی دارد. هرچه نیروی سپاسگزاری بیشتری داشته باشید، روند دگرگونی زندگیتان شتاب و شدت بیشتری میگیرد. بعضی روزها شما احساس شادی بیشتری دارید و بعضی روزها دیرتر به این احساس دست می‌یابید. ولی همین که هر روز موهبت‌های خود را می‌شمارید، متوجه تفاوت‌های بیشتری در خصوص احساستان به زندگی خواهید شد و در می‌یابید که شکرگزاریتان بیشتر خواهد شد. یادآوری: حتما تمرین روز بعد را امروز بخوانید، چرا که قرار است کار ویژه‌ای را پیش از تمرین فردا انجام دهید. تمرین شماره 1: موهبت‌های خود را بشمارید. 1. ابتدا لیستی از 10 موهبتی را که نصیبتان شده بنویسید. 2. بنویسید چرا برای هر کدام از این مواهب احساس شکرگزاری می‌کنید. 3. به عقب برگردید و لیستتان را بخوانید. وقتی به پایان هر مورد رسیدید، کلمه سپاسگزارم را 3 بار بگویید. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و قدرشناسی را برای آن محبت تا آنجا که می‌توانید احساس کنید. 4. 3 گام نخست را در 27 روز آینده تکرار کنید. 5. تمرین فردا را امروز بخوانید. خب به پایان ویدیو رسیدیم بچه‌ها. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون میاد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لایک کردن و کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن شما به من انگیزه میده که ویدیوها رو ادامه بدهم. دوستتون دارم. ماچ بهتون. خدافظ.